سلام دنیای کبابی ها. امروز میخوام کباب کوبیده پپرونی بهتون آموزش بدم، انشالله که خوشتون بیاد. یه دونه فلفل برمیداریم با مایه کوبیده‌ای که 170 گرم من وزن کردم. فلفل رو ریز میکنیم، به این شکل. مایه کوبیده رو به فلفل اضافه میکنیم، ورزش میدیم. و به سیخ میکشیم به این شکل. من برای اینکه بهتر دیده بشه چند بار سیخ زدنم رو تکرار میکنم. ریز شده های فلفل کاملا تو مایه کوبیدن مشخصه. حالا آماده پخت. میریم برای پخت. این کباب بی‌نظیریه، انشالله تجربه کنید و حتما هم خوشتون میاد. این نکته که میدونید کوبیده باید اشکش در بیاد، تا اون موقع باید هر 5 ثانیه یه دفعه برش گردونید. حالا آماده است، پخته شده. این کوبیده پپرونیه، بی‌نظیره، آبدار، خوشمزه، تندیش هم بستگی به خودتون داره، چقدر بخواید تندش کنید. من 2 تا فلفل زده بودم به خاطر خودم، شما میتونی کمتر بزنی یا بیشتر.